والله بالله تالله دارم به یقین میگم، میدونم رضایت امام زمان تو اینه، تو مسائل اجتماعی سیاسی دلهاتون رو با رهبرتون یکی کنید. مواظب باشیم با ولی فقیهمون مشکل پیدا نکنیم. اگه ولی فقیه رو از دست بده کسی، از کف در میاد، مطمئناً یقیناً از چادر امام زمان خارج میشه. به خصوص که الان به قول امام در لباس روحانیت، در لباس اجتهاد، در لباس مرجعیت دارن مردم رو بیدین میکنن. هر چقدر ما به زمان ظهور امام زمان نزدیک بشیم خطر بیشتر میشه. در روایت داریم مؤمن صبح با ایمان از خونه خارج میشه و شب کافر برمیگرده. چشمتون، قلبتون، گوشتون به نائب امام زمانتون باشه. اگه از ایشون جدا بشید انسان واقعا ساقط میشه، قلب انسان خراب میشه.